از قبل؟ زبان از قبل بلد بودی؟ یا بیس نشستی سر کلاس رضایی؟ بیس هالیدی بیس. اگر گفت بیس نشستم من راست میگم، وگرنه من دروغ میگم. شد؟ مبادا راست بگم، نمیدونم. من یه کتابخونه ای دارم، کتابخونه اکیست البته. بچه‌هایی که از دوره‌های ما فارغ التحصیل میشن و این دوره رو شرکت میکنن و تموم میشه و حالا یا کتاب ترجمه میکنن یا کتاب مینویسن یا رتبه‌ای رو به دست میارن، معمولاً به من کتاب هدیه میکنن. یه کتاب به من هدیه میکنن و من این کتاب رو میذارم توی کتابخونه‌ام و هر وقت جلوش رد میشم مباهات میکنم به خودم که بالاخره تونستم این کاری برای این بچه‌ها انجام بدم. من یه دونه از این کتاب‌ها رو همینجوری رندوم انتخاب کردم. یکیشو اسمش هنر شفاف اندیشیدنه، احتمالاً خوندیدش. اگه نخوندیدم بخونید، فوق‌العاده است. حالا من این دوستمون شاگردم یه چیزی این پشتش برای من نوشته. من حالا اینو نمیدونم شما میبینید یا نه، من حالا میارم، امیدوارم ببینید. به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت استاد رضایی پر انرژی و عزیز. با تدریس شما دوباره بعد از 4 سال علاقه‌مند به زبان شدم و کمک بزرگی برای موفقیت در کنکور به من کرد. دانشجوی شما در پاییز و زمستان 97 و بهار و تابستان 98 آقای مهدی حامد یاران فکر میکنم یا حامدیان، رتبه 1 رشته ارتباطات کنکور سراسری 98، رتبه 2 مطالعات فرهنگی کنکور سراسری 98، رتبه 3 جامعه شناسی جوانان کنکور سراسری 98، رتبه 7 مدیریت رسانه کنکور سراسری 98. ببین یعنی با همین خیلی هستا، هم من نمیخوام وقت تو بگیرم، هم یه دونه رو آوردم. یعنی با یه دونه کلاس من 4 تا رشته رو رتبه شده، هر 4 تاش هم یه رقمی بود رتبهش. شد؟ یعنی مزاح نمی‌کنم. این کارو اگر برای ایشون تونستم بکنم برای تو هم میتونم بکنم. شد؟ مبادا راست بگم. مبادا بتونم کاری کنم نگاه کنی ترجمه کنی. مبادا کاری کنم تستا رو رو هوا بزنی. نمیدونم. و اما دلیل بعدیم. ببینید بچه‌ها، دلیل بعدی که شاید راست بگم و بتونم این کارو برات بکنم دلیل علمیه. حالا این داستان چه پشتوانه علمی داره؟ اول از همه بچه‌ها بدونید دستوری که من اینجا به شما درس میدم بر مبنای دستوری است به نام Government and Binding. Government and Binding ترجمه شده نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. شد؟ این نظریه، این دستوری است که من اینجا توی این دوره به شما درس میدم. این دستور مدل پیشرفته دستوری است به نام Transformational Grammar. Transformational Grammar. این مدل پیشرفته اینه که یه سری از مشکلاتی که توی این بود رو ما توی این دستور برای شما برطرف کردیم و ما این دستور رو اینجا به شما درس میدیم. حالا خیلی وقتا من اسمای اینا رو اینترچنجبلی استفاده میکنم، یعنی جای هم میگم، اشکالی نداره، ولی ما اشکالات رو اصلاح کردیم و این دستور رو به شما درس میدیم. ولی گاهی وقتا من فقط میگم دستور راستی اینم بدونید Transformational Grammar ترجمه شده دستور گشتاری. شو من خیلی وقتا چون میدونین چرا؟ چون بیس این بوده، بیس دستور گشتاری، حالا یه چند تا ایراد داشته که اومدن بهترش کردن و شده این و ما اینو به شما عملا تدریس میکنیم، ولی خیلی وقتا من این اسم رو براش استفاده میکنم، بهش میگم دستور گشتاری. ولی بدونید اسم اصلیش چیه؟ حاکمیت و مرجع گزینیه. لذا ما این دستور رو به شما درس میدیم. دستور گشتاری بنیانگذارش پروفسور نوام چامسکیه، یعنی بنیانگذار آنچه که من اینجا به شما درس میدم پروفسور نوام چامسکیه. چامسکی کیا میشناسید؟ حالا من یه توضیح به شما بدم. ببینید بچه‌ها، چامسکی کارش از دانشمند گذشته. ما گاهی به مزاح بهش بگیم جانور علمی.
میدونید این آدم 5 تا دکترا داره، یه پست دکترا داره، 4 تا دکترا داره، یه پست دکترا تو رشته زبانشناسی داره و به همین دلیل رئیس دانشگاه زبانشناسی دانشگاه MIT است و 4 تا دکترا داره. یه دکترای فلسفه و منطق داره، یه دکترای ریاضیات کاربردی داره، یه دکترای روانشناسی داره، یه دکترای علوم سیاسی داره و قریب به 30 و اندی هم دکترای افتخاری آنرلی PhD های این آدمه گرفته. بعد اینا رو هم گرفته. عرض شود که الان که کلاستون تمام شد، اگر فرصت کردید برید اینترنت بزنید نوام چامسکیز بایوگرافی. سایت هایی که بیوگرافی این آدم رو داره میاد و میبینید چقدر آنرلی PhD های این آدمه. حالا اینقدر زیاده آدم سرگیجه میگیره. من یه سوال بپرسم، بچه های رشته روانشناسی، حالا اونایی که دارن میبینن ویدیو منو، بچه های رشته روانشناسی، شماها باید اسم چامسکی رو شنیده باشید. احتمالا شنیدید. چامسکی توی رشته روانشناسی اعم از زبان اول و زبان دوم عمده تئوری مال چامسکیه و LAD Language Acquisition Device دستگاه یادگیری زبان مال چامسکیه. اینیتنس فطری بودن زبان مال چامسکیه و اسکینر شما میشناسیدش از غول‌های رفتارگرایی است، بیهیویریسم، 10 مقاله مشترک با چامسکی داره و کسایی که روی زبان کار کردن، چه زبان اول چه زبان دوم، یا مشترک با چامسکی کار کردن یا عمده ارجاعاتشون به مقالات چامسکیه. ببینم بچهای رشته جامعه شناسی، شما هم احتمالاً باید اسم چامسکی رو شنیده باشید. شما میدونید توی جامعه شناسی چامسکی یه بحثی رو مطرح میکنه به نام سوسیولینگویستیک و میگه که زبان شناسنامه قومی افراده. لذا اونایی که میخوان روی قومنگاری کار بکنن، اسنوگرافی، بهترین کارش بررسی زبانه. حالا بچه های رشته علوم سیاسی کیان؟ اونایی که مثلا روزنامه زیاد میخونن، تلویزیون زیاد میبینن، دیگه اینا رو داریم دیگه. شماها احتمالاً بعد اسم چامسکی رو خیلی شنیده باشید، چون که میدونید چامسکی در دنیا بیشتر به دلیل آرای سیاسیش مطرحه تا آرای علمیش، لذا اغلب همه میشناسنش. بچهای کامپیوتر، شما هم باید اسم چامسکی رو شنیده باشید. من یه سوال از شما بپرسم. بچه‌ها ببینید، من خیلی وقتا، یعنی نگید رضایی دیوونه شده ها، من میفهمم صدای تو اینجا نمیاد، اما من تدریسم اینجوریه، یعنی فرض میکنم تو اینجا نشستی، یعنی مبنا رو بر این میذارم تو جلومی و دارم باهات حرف میزنم. برای همین تو کل دوره، نه فقط الان، تو کل دوره دائم ازت سوال میپرسم، چون نه که فرض کنم یعنی مثلا تصور کنم اینجایی، واقعا احساس میکنم اینجایی و من دارم برات درس میدم، پس تو هم جواب منو بده. یعنی وقتی میگم این چی میشه جواب بده، تو هم فکر کن سر چی، سر کلا، چون من احساس میکنم تو هستی. بنابراین تو هم فکر کن، واقعا نگی رضایی با کی داری حرف، من خودم میفهمم ولی دست خودم نیست، من احساس میکنم تو اینجایی. بنابراین تو هم به سوالات من چیکار کن، جواب بده. بچهای کامپیوتر باید اسم چامسکی رو شنیده باشید. بنیادی ترین نظریه تو رشته کامپیوتر نظریه چیه؟ میدونید؟ بنیادی ترین نظریه توی کامپیوتر نظریه ماشین هاست. نظریه ماشین ها میدونید مال کی بود؟ مال چامسکی بود. بله، به همین دلیل میشه به ایشون لقب پدر نرم افزار رو هم داد. چون تمام ماشین های برنامه نویسی از تمامی کمپایلرها که آمدن، بیسیک، فورتران، کوبول، پاسکال، سی پلاس، جاوا اسکریپت، پرولوگ، برید نگاه بکنید، بیس تمام اینها دستور گشتاری چامسکی. بچهای کامپیوترمن ها، کامپیوتر وومن ها، بچهای کامپیوتر، ببینم شما تا حالا اسم پروژه های AI به گوشتون خورده؟ AI Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، شنیدین تا حالا؟ میدونین چیه دیگه هوش مصنوعی؟ هوش مصنوعی شبیه سازی توانمندی های انسان در ماشینه. یعنی چی؟ یعنی ما یه کاری کنیم که ماشین هم همون کاری رو بکنه که آدم انجام میده. مهمترین قدرت انسان هم میدونید قدرت چیه؟ قدرت ناطقه است. ناطقه یعنی تفکر و تکلم.
میدونید الان همه در بدل یه دونه، اینم پیدا کنن دیگه پوستمون گنده است. برید نگاه بکنید هر جای دنیا که داره پروژه AI برگزار میشه، دستور ناظر بر این پروژه دستور گشتاری چامسکیه، نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. میدونید چرا؟ علتش اینه دستوری که اینجا میخوام به شما درس بدم، این دستور 100% ریاضی جدیده. یعنی دستوری که من اینجا میخوام به شما درس بدم، این دستور ریاضیه و چون که این دستور ریاضیه بنابراین قابل انطباق با هر نوع کار نرم افزاریه. حالا به محض اینکه من میگم این دستور ریاضیه، یه سری از بچه‌های قیافه میگیرن میگن وای ما از ریاضی فرار کردیم اومدیم علوم انسانی، الان اومدیم زبان بخونیم، میگن این واموندن دوباره ریاضیه. این ریاضی دست از سر ما بر نمیداره. من یه چیزی به شما بگم، درسته که آنچه که اینجا من به شما درس میدم 100% ریاضیه، اما من یه جوری بهت درس میدم نفهمی ریاضیه ولی ریاضیه. و یه خبر خوب بدم به بچه‌های ریاضی مهندسی، شما توی این دوره کیف میکنید. میدونید چرا؟ چون اصلا همه چیز ریاضیه، همه چی دو تا چهار. حالا ببینید بچه‌ها، این دوره که گفتم چون ریاضیه و یه عده‌تون هم ناراحت شدید که ریاضی با اینها، یه تبعات مثبتی برای شما داره. فکر میکنید چیه تبعات مثبتش؟ الان به من جواب ببین بچه‌ها، میپرسم به من جواب بدید، من میفهمم. الان تبعات مثبتش چیه؟ الان داری به من میگی که منظمه، دو تا چهار تاه، قاعده داره. اینایی که میگی یه دونه رو بفهمیم بقیه‌اش هم میفهمیم، اینایی که دارید میگید درسته، اما جواب اصلی اینه استثناء نداره. این دستور استثناء نداره. شد و فرقش با اون دستوری که ما تو مدرسه و دانشگاه خوندیم یادته که اون دستوری که اونجا خوندیم چامسکی به اون دستور میگه traditional grammar، بهش میگه دستور سنتی. پس هر وقت گفتم دستور سنتی یعنی اونی که ما تو مدرسه و دانشگاه خوندیم. فرق این دستور با اونی که تو مدرسه و دانشگاه خوندیم در اینه که اگر یادت باشه هر کدوم از قواعدش 15 تا استثناء داشت و هر کدوم از استثناءاتش دوباره 15 تا استثناء دیگه داشت. یادته؟ یه عمرم خوندیم آخرم نفهمیدیم وامونده. من الان